نفر آواز دهنده؟ در خانواده ما 6 تا. 6 نفر آواز دهنده. هر کدوم شما علاهیده میروین یا اینکه یک نفر میروین؟ علاهیده میرویم. خب در بازار شما یعنی که عکس انتخاباتی گذرانده شد در جایی که شما کار میکنید؟ شد. یعنی که شما اطلاعات دارید که انتخابات کی میشود کدام روز؟ خیر ان شاء الله خدا اشتراک میکنیم یکی مرد میشوم میریم اشتراک میکنیم. می ایبزی چی نوشتگی نبا امروز یکی گم همه دادن اونم در جا بخردن دادن یکی تایید یکی ما با انتخابات آزیر ما مای طرف هست انتخابات با ما مقبولن او پستایان با می انتخابات دست به حوازه. همین حاضر عکسی پیش از انتخاباتی شده ایستاده است برای اون که مردم خودشون رفته آواز یعنی مثلا در بازارها گشته ایستادن با شما همین گونه ورقه ها رسید نرسید؟ نه 3 بار با ما ورقه رسید همین 3 روز پیش هم میریم همجا پیش بازش میگیریم بلوتین میمونیم با آواز میدیم خیلی میرویم. این فرزنداتون همشون خودشون در علاهیدگی میرون آواز میدن؟ اكو شخصا من خودم میخوام که مثلا با پای خودم با راست خودم با مثلا شاونامه خودم باید مخصوص رفته آواز دادم. پدرم که میرود من باید من خودم برم هر شهر باید خودش برم. این جهان بینی این یک روش نشون میده که مثلا هر شخص در دین آرزوی هوس داره. خان خو یا خوش میشود این بعد اصلا خودش هم همین حالا نمیبود. خب یعنی که بعد اون که ورقه های تبلیغاتی در دست شما رسید و عکسیه های پیش از انتخاباتی رو دیدید یعنی به خلاصه اومدید که بعد خودتون رفته آواز هر شخص باید ما در انتخابات خیلی در اینجا اشتراک کردن نمیتونم اگر وطن خیلی نباشه میتونیم یا نمیتونیم اینجا قبول ما نمیکنه. برای چی؟ برای نیست پاسپورت یگون چی به پاسپورت در کار پاسپورت واردن در کنیم خیلی اینجا نباشیم اینجا ممکن است. در کدام ناحیه زندگی میکنید؟ ناحیه مومودو. اونجا دستن شما یگون کس آواز میدید بعد؟ وطن میدید. کی آواز میدید به جای شما؟ مادر من زن من. خب شما در انتخابات اشتراک میکنید؟ بله. لکه جوش نمیدونم که اشتراک برای موضوع. بغیر از شما خونتون در یگان نفر دیگر هسته که حقوقی آواز دادن داشته باشد؟ نه. مادرتون چی؟ پدرتون چی؟ شنه میتونم. نه در انتخابات اشتراک میکنید؟ نه. برای چی؟ نه که با چی میریم اصلا سودا میکنی بیزنس. یعنی که در این روز شما کار ده هستید. خب بعد به جای شما یگان کسی دیگه هست که رفته آواز دیگه کی آواز میده؟ اکرم است اوچم است مدرم. خب شما در همین بازار تا جای میدونیم عکسی پیش از انتخاباتی بود مثلا ورقه ها به شما داده نشد که باید رفته اشتراک کنید اینجا؟ داده شد. خب ورقه را خوندید اما بازم فکر میکنید که در روز انتخابات کار کنید بهتر؟ دیخ میکنید دام